در شرایط جهانی معاصر که مسئله گرمشوی اقلیم، کمبود سرچشمه‌های طبیعی، سوزشواری و افلاسشوی محیط زیست روز به روز تشویش‌آور می‌شود، کشورها به سوی استفاده انرژی برقرار شونده روی می‌آورند. تاجیکستان نیز با نظرداشت اقتدارهای بزرگ طبیعی در این سمت تدریجاً قدم‌های استوار می‌گذارد. انرژی برقرار شونده این انرژی تازه آفتاب، آب، شمال و منبع‌های دیگر است که بی‌ضرر به محیط استحصال می‌شود. امروز در یک قطار شهر و ناحیه‌های کشور لایحه‌های نصب بطری‌های آفتابی و نیروگاه‌های خرد آبی عملی می‌شوند که به تامین اهالی با برق در فصل زمستان و منطقه‌های دوردست مساعدت می‌کنند. تحت راهبری خیرتمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و با شرافت استقلالیت دولتی، کشور ما در چند ده ساله اخیر توانست در این سمت کامیابی‌های نظررس به دست آورد. پیشوای ملت محترم امالی رحمان در برآمدهای خود اوید به تطبیق هدفی استراتژی رشد اقتصادی سبز یکشان وظیفه‌گذاری‌ها نمودند. این تا سال 2030 به 1000 مگاوات رساندنی اقتدارهای استحصال انرژی سبز. در این سمت عالمان جوان کارهای علمی تحقیقاتی خود را به همین ساحه روانه نموده ایستادند. شخصا خودی من همچون دکتران، همچون عالم جوان، موضوع کار علمی من این پس نمودنی تلف الکتروانرژی با استفاده منبع‌های برقرار شونده انرژی می باشد. در کار علمی خود استفاده منبع برقرار شونده انرژی با مانند آفتاب و شمال به سطح نظر گرفته شده است و با راه‌های اپتیمیزاسیا و همین منبع‌های برقرار شونده را جاری نمودن ما حاضر تلف را در منطقه کاهش دادنی هستیم. اوید به ثمراناکی استفاده منبع برقرار شونده انرژی اگر از روی آفتاب گیریم، اگر حالا کوفیسیانت کاری فایده‌ناک اون از 18 تا 20% برآمده است، ما رو میباید تکنولوژی‌های از این هم بهتر را اختراع نماییم و استفاده بریم. برای این ما عالمان جوان را میباید کارهای علمی تحقیقاتی خود را، همه کوشش خود را بهر اجرای دستور سپارش‌های پیشوای ملت محترم امالی رحمان و هرچی وسیع استفاده بردن منبع برقرار شونده انرژی سهم خود را گذاریم. بنیاد و به فعالیت شروع کردن نیروگاه‌های بزرگ برقی آبی سنگتوده 1، سنگتوده 2 و مهمتر از همه راغون شهادت آن است که تاجیکستان به یک دولت استحصال کننده نیروی برق تازه تبدیل یافته ایستاده است. جمهوری تاجیکستان از لحاظ گئوگرافی برای استفاده منبع‌های برقرار شونده انرژی خیلی هم مساعد میباشد. منبع برقرار شونده انرژی هنگام استفاده و استحصال الکتروانرژی از منبع‌های برقرار شونده انرژی آنها به اتمسفر گازهای هرخیله ضررناک و پرتو خارج نمی‌نمایند. برای همین منبع برقرار شونده انرژی استفاده آن امروز اکتوالی به حساب می‌رود. جمهوری تاجیکستان باشد 300 روز آفتابی دارد و برای استفاده این منبع خیلی هم مساعد می باشد. حالا 98% الکتروانرژی جمهوری تاجیکستان از آب استحصال می شود و از جهت اکولوژی تازه به حساب می رود. حالا باشد در جمهوری تاجیکستان استفاده دیگر منبع برقرار شونده انرژی این به مثال آفتاب و باد خیلی هم ترقی یافته ایستاده است و استفاده آن وسیع به راه مانده شده ایستاده است. در لابراتوری کافدرای تامینات برق دانشکده پلی‌تکنیکی نیز این مسئله تحقیق خود را یافته ایستاده است و در کارهای علمی تحقیقاتی خود دانشجویان و عالمان جوان کارهای علمی تحقیقاتی خود را در این سمت به راه مانده ایستادند. در چند سال اخیر لایحه‌های نصب پنل‌های آفتابی در مؤسسه‌های اجتماعی، مکتب‌ها و بیمارخانه‌های دوردست، اینچنین نصب تجهیزات شمالی در منطقه‌های کوهی مملکت به راه مانده شده‌اند. به تاکید کارشناسان، تحکیم این سمت به کشور امکانیت می‌دهد که نه تنها احتیاجات داخلی را تامین نماید، بلکه در بازار منطقوی برق نقش مهم بازد. با این راه تاجیکستان می‌تواند در این سمت صادرات انرژی سبز به کشورهای همسایه نیز پیشرفت گردد. تهیه و تطبیق استراتژی‌های انرژتیکی نو، بهسازی زمینه قانونگذاری و تأسیس شرایط سرمایه‌گذاری معاصر باعث آن گردیدند که تاجیکستان به کشوری نمونه‌ای در استفاده منبع‌های برقرار شونده انرژی تبدیل یابد. لایحه‌های مشترک با سازمان‌های بین‌المللی مانند برنامه رشد سازمان ملل متحد، بانک جهانی، بانک آسیای رشد و دیگران
برای جاری کردن تکنولوژی‌های تازه در دهه‌های دوردست و مؤسسه‌های اجتماعی شرایط مساعد فراهم می‌آورند. چنین همکاری برای تامین امنیت انرژتیکی و حفظ محیط زیست نقش مهم می‌بازد. انرژی سبز تنها انتخاب اکولوژی نیست، آن سرچشمه زندگی استوار و اقتصادی سالم است و تاجیکستان با نیروی آب، نور آفتاب و اراده سیاسی می تواند به یک کشور پیشرفته در منطقه تبدیل یابد.